بیا داخل. من اومدم. خوش اومدی آیشه. کجا بودی؟ بازم کل روز ندیدمت. از نمایش لذت میبرید؟ پس حتما لایک کنید. و اگر تازه وارد هستید، فراموش نکنید که برای هر قسمت کوما رو سابسکرایب کنید. آی باورت نمیشه. کارم همین الان تموم شد جیلان جون. خالم منو فرستاد اون طرف استانبول براش پارچه بیارم. میتونی باور کنی؟ اما همش به فکر تو بودم. امروز چطور گذشت؟ امیدوارم فامیلای سیما خانم ناراحتت نکرده باشن. صبر کن. یادم رفته بود چرا اومدم. آقا کاران میخواد ببینتت. منو ببینه؟ چرا میخواد منو ببینه؟ این چیزی بهت نگفت؟ چطور بود؟ ناراحت نبود؟ همون آدم همیشگی باحال و مثل همیشه خوش‌تیپ. اما بهتر معطلش نکنی. ناراحت نبود اما اگه دیر کنی شاید دلخور بشه. پس چیز خاصی نگفتی که درسته؟ خیلی خوب باشه. پس من میرم. وای ببین چطور دست پاچه شده. بیا تو. منو خواستی؟ آره. یه سند مهم راجع به آتش سوزی رو پیدا نمی کنم. شاید منشی گذاشته توی یه پرونده اشتباهی یا همچین چیزی. میگه همه چیز همینجاست. مطمئنه. اما من پیداش نکردم. صدات کردم بهم کمک کنی پیداش کنم. اما اگه منشی نتونسته پیداش کنه شاید اونجا نیست. میگم بهتر نیست خودش دوباره بگرده؟ سریعتر و راحتتر پیداش میکنه. اما هم نتونست. نمیفهمم چرا من؟ اگه منم نتونستم چی؟ چرا تو؟ چون چاره دیگه ای نداشتم. و تو پیداش میکنی. اگه لازم شد تک تکشون رو بررسی کن. اما اون سند رو پیدا کن. باشه. این چیزی؟ اگه تصادفاً یه پرونده کاری خصوصی رو ببینم چی میشه؟ نگران نباش. اونجا هیچ چیزی نیست که من نخوام تو ببینی. راحت باش. نگاه کن. ما هیچ رازی نداریم. شما نمیخواین بری؟ نه منم کار دارم. پس منم اینجام. مگه اینکه حضورم اذیتت کنه. نه، این منظورم این نبود. فقط معمولا شما بودین که از حضورم اذیت میشدین. اما امروز به نظر میاد تو بیشتر از حضورم ناراحتی. حتی با اینکه سعی داری پنهونش کنی کاملا معلومه. خب آره، یعنی نه من ناراحت نمیشم چون دلیلی براش وجود نداره. نه باشه اگه اینطوره. بعضی وقتا آدما نمیتونن چیزی که درست جلو چشمشونه ببینن. امیدوارم اینجا هم همینطوری باشه و من سری سند رو پیدا کنم. مطمئن شو پرونده ها رو با دقت بررسی میکنی. نذار چشات فریبت بدن. دوباره گفت نذار چشمات فریبت بدن. یعنی داری سعی میکنی چیزی به هم بگه؟ خدایا کاش میتونستم بفهمم. چرا انقدر عجیب نگاه میکنی؟ یا دارم تصور میکنم؟ چطور تحملش کنم؟ تحمل میکنم. حواسم رو جمع میکنم. میدونم عصبیت کردم اما واقعا مجبورم. باید عکس العمل تو ببینم. کلمات میتونن دروغ بگن اما اعمال همیشه آدمو لو میدن. و تو داری میلرزی
چشات پر اشک شدن. چرا؟ چی شده؟ خوبی؟ انگار اون روز یادت اومد نه؟ هیچ وقت فراموشش نمی کنم. هر روز جلوی چشمم، هر روز. منم لحظه ای که دیدم بالا سر داداشم وایسادی و نمیتونم فراموش کنم. نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. پس میشه بگی اون روز چه اتفاقی افتاد؟ میشه بگی لطفاً؟ چرا دارین میپرسی؟ قبلا هیچ وقت نپرسیدین. حتی به حرفم هم گوش ندیدین. گفتم بیگناه هم باور نکردین. چرا حالا کنجکاو شدین؟ میخواستم بدونم هنوزم به دروغات وفاداری یا نه. چیزی که اون موقع گفتم واقعیت بود. تک تک کلماتش پاش وای میسم. تلفنی شنیدم ساله و داداشم کجا میخوان همو ببینن. وقتی رسیدم اونجا داداشم بیهوش روی زمین بود و ساله هم با چاقو زخمی شده بود. یه نفر دیگه انجامش داده بود. من یا داداشم نبودیم. قبلا گفتی کس دیگه ای اونجا نبود. اینطوری یادم میاد. قاتل میتونسته دقیقاً قبل از رسیدن من فرار کرده باشه. من تو وضعیتی نبودم که متوجه بشم. وقتی اونطوری دیدمشون فوری دویدم سمتشون. کاری که باید میکردم و کردم. میخواستم کمک کنم. بعدش فوری اورژانس رو خبر کردم. چاقو رو در آوردم و سعی کردم جلوی خونریزی رو بگیرم. امیدوار بودم شاید زنده بمونه، شاید کاری از دستم بر بیاد. دروغ. هیچ کدوم از چیزایی که میگی درست نیست. دارم واقعیت رو میگم. راستش دقیقا قبل از اینکه برسید داداش ساله سعی کرد یه چیزی به هم بگه. میخواست یه چیزی بگه. خم شدم اما نتونستم بفهمم که چی میگه. بعدش پرسیدم کی این کارو با تو کرد. بعد داداش ساله گفت اونه. گفت اونه؟ گفت اونه. اینو قبلا هیچ وقت نگفتی. چون تو هیچ وقت نپرسیدی. اگه جیلان اونو زده چرا باید بگه کار اونه؟ کوما را از دست ندهید. با قسمت‌های جدید و 2 بار در هفته درست همینجا در این کانال. برای ویدیوهای بیشتر و اطلاع رسانی منظم همین حالا دکمه اشتراک را بزنید.